وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. استاد سلیمانی عزیز در مورد مواردی که در ایمان به الله لازم هست گفتن اولین چیزی که لازم هست ایمان به وجود الله است که ما باید قائل شویم الله وجود دارد. دلایل این که الله وجود دارد گفتن یکی از دلایلش این است که انسان وقتی که در یک مشکل گیر میده به یاد یک ذات میگرده که او را از اونجا از اون مشکل نجات بده. همون ذاتی که از اون امید نجات داره همون الله است. گرچه این خیلی مشکل دلیل مشکل است، یعنی تا چه وقت استاد سلیمانی عزیز ما در تلاش این باشیم که در یک مشکل گیر بودیم تا الله را بشناسیم، با وجود الله ایمان بیاریم و هم نجات پیدا میکنیم یا نمیکنیم چیزی احتمالی هست. هواپیما در حال سقوط باشه یا در کشتی سوار باشیم که در حال غرق شدن باشه یا هم روی میز جراحی باشیم که پزشکا گفته باشه خلاص قضیه ازی تمام هست. و وقت اگر ما خدا را بشناسیم، ما خدا را به یک شکل یا به یک دلیل دیگه برای ما معرفی بکنین تا خدا را در حال صحتمندی، در حال سلامتی، در حال عافیت بشناسیم که قدرش هم بدانیم. دلیل دیگه غیر از این دلیل که همونجوری که اشاره کردم بیشمار هست. این دلیل بیشتر بحث ندای فطرت برای کسانی است که وجود الله متعال رو منکرن. درست. اینا خودشون هم آخر اعتراف میکنن. این دلیل قوی است. کسی که یک عمر تلاش میکرده و صحبت میکرده و انکار میکرده وجود الله متعال رو الان خودش معترفه. وقتی که این انسان میاد اعتراف میکنه دیگه جایی برای انکار نمیمونه. اما این تنها دلیل نیست. این برای کسانی است که میگن نیست الله تعالی. میگه بابا خودت تو آخر اعتراف میکنی که نیست. از همین الان بیا اعتراف کن، خیال خودت رو جمع کن و راحت کن. این دیگه نهایت ذلت و بدبختی انسانه که انسان به همچین جایی برسه و هنوز الله رو نشناخته باشه و اونجا مجبور بشه بشناسه. و چه بسا که همونجوری که شما فهمیدید قبول نشه. مثل فرعون که در آخرین لحظه این حرفو زد اما دیگه ازش پذیرفته نشد. اگر بخوایم الله متعال رو بشناسیم، برای اثبات وجود الله متعال نشانه‌های فراوان است. ما در قرآن به اونها میگیم آیات. آیه یعنی نشانه. درست. الله متعال در سوره نحل آیه 103 میفرماید 104 که ان الذين لا يؤمنون بآیات الله لا يهديهم الله. کسانی که به آیات الله متعال ایمان نمیآورند الله متعال اونها رو هدایت نمیکنه. ان الذين لا يؤمنون بآیات الله لا يهديهم الله. کسانی که باورمند نیستن، ایمان ندارن به نشانه های الله متعال، الله متعال اینا رو هدایت نمیکنه. ولهم عذاب علیم. و در عذاب بسیار دردناکی دارن. نه تنها در آخرت، تو همین دنیا بیشتر از آخرت عذاب میکشن اینا. در لحاظ روحی و جسمی. الان الله متعال میفهمن کسانی هدایت میشن به حقیقت معرفت الله تعالی میرسن که ایمان دارن و باور دارن به نشانه های الله تعالی، به آیات الله تعالی. این آیات معنی واسعی داره. در رأسش آیات کلام الله مجید است که هر کدوم از اینا یک نشانه است. و وقتی میگیم آیات قرآن، هر کدوم از اینها یک مصداق عینی داره در دنیای دور برمون. در پایان سوره فصلت الله متعال میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. این آیات رو کجا دنبالش بگردیم برای شناختن الله؟ الله متعال میفرماید من به اونها نشون میدم. عجیبه که این کلمه هم هست سنوریهم، یک سین داره سر کلمه نوریهم. به زودی من به اینها نشون میدم آیاتم رو. فی الآفاق، سین به معنی به زودی میاد. در آفاق، در کرانه ها و فی انفسهم، در ذات خودشون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه برای اونها ثابت بشه و حقانیت الله متعال که واقعا وجود داره و
اون صفاتی که باز خواد، نه تنها وجودش، بقیه آن چیزی که ما در ایمان به الله تعالی صحبت میکنیم. ایمان به الله متعال در عصر و زمانه ما استاد رحیمی عزیز خیلی آسان‌تر شده تا زمانهای گذشته. از چه بابت؟ ما اگر در 200 سال پیش 300 سال پیش زندگی میکردیم، ایمان به نشانه های الله متعال انقدر واضح و آشکار نبود و نشانه های وجود الله متعال انقدر متبلور نبود که الان هست. یک پشه رو اگر ما 200 سال پیش بهش نگاه میکردیم چی میدیدیم ازش؟ یک پشه میدیدیم. پشه. یک دشمن انسان که میاد و شب دنبالش میگردیم که چطور بکشیمش. اما الان وقتی که این پشه رو میذاریم زیر یک دستگاه امروزی و بزرگش میکنیم هزاران مرتبه، چی میبینیم ازش؟ یک دستگاه عجیب، یک کارخانه عظیم ما میبینیم اینجا. وزنش چقدر است؟ 1 گرم یا کمتر؟ 1/10 گرم؟ نه. 1/100؟ نه. 1/1000 گرم وزن پشه است. با شکم خالیش دیگر، البته که به جون ما و شما بیفته باز 1 گرم هم شاید بشه. این پشه آیا انسان وقتی که نگاه میکنه، الله تعالی فرمود من شرم ندارم از این که، الله تعالی شرم نداره از این که مثال بزنه به پشه حتی. این یک نمونه است. من گفتم به تعداد ذرات عالم برای وجود الله متعال دلیل هست. همین موجودی که ما اصلا بهش فکر نمی‌کنیم، فقط دنبال کشتنش هستیم. اگر باور بکنید من بعضی وقتا آدم وقتی که در جزئیات خلقت برخی از موجودات داخل میشه دلش نمیاد بکشه اینا رو. همین پشه که نشسته رو دست انسان و داره خون انسان میخوره دلش نمیاد آدم بزنه اینو بکشه. وقتی که میبینه این 100 تا چشم داره، 100 تا چشم داره. چی داره؟ 100 تا چشم داره این پشه. 3 تا قلب داره. یک قلب برای پیکرش، یک قلب برای این بالا این طرف، یک قلب برای بالا این طرف. 3 تا قلب داره پشه دستگاه آزمایش خون داره تو بدنش. وقتی که میشه روی بدن میبینیم خون هر کسی رو نمیخوره. چند نفر توی یک اتاق هستن، یکی رو درب داغون کرد، یکی دیگه هیچ کاری باش نداره. میاد میشینه رو بدنش در جا، همون قبل از اینکه خون بگیره یک ذره اول نگاه میکنه، میسنجه آیا این خون به درد من میخوره نمیخوره. خورد ادامه میده، نخورد بلند میشه میره. این پشه دستگاه آزمایش خونم داره، دستگاه تصفیه خونم داره. بعضی خونا چربه به دردش نمیخوره، همونجا تصفیه میکنه میبره. این پشه رادار داره که از طریق حرارت بدن موجودات اونا رو پیدا میکنه. رادار حرارتی داره. این پشه وقتی که میشینه روی بدن، به خاطر اینکه اون لحظه‌ای که سوراخ میکنه پوست رو دردش احساس نشه، بی‌حس میکنه پوست بدن رو. ماده بی‌حسی میزنه که کارش انجام داد، دفع بالا رو سقف. اون لحظه که احساس تموم شد، اون ماده که اثرش تمام شد، ما تازه احساس میکنیم که یک انگار سوزنه که خورد. اینطوری میکنیم که پشه اون بالا داره میخنده به ما. کارش تمام کرده رفته. در این خرطومش 6 تا کارد مختلف داره. اینو ما دیدیم دیگه، داریم میبینیم. الان با دستگاه امروزی داریم میبینیم. 6 مدل کارد داره و چاقو. 6 مدل. حالا این کارد مثل ما نیست دیگه، به همون به اندازه این خرطومش به اندازه یک موه. این خرطومش به اندازه یک موه. اینها 4 تاش میزنه یک مربع تشکیل میده برای اون حفره‌ای که میخواد درست بکنه و خون بگیره. 2 تا دیگه‌اش مثل یک خرطومی میزنه داخل پوست و خون میکشه. پاهاش هم چنگال داره برای جاهایی که نیاز باشه خودش رو نگه داره و هم حالت مکشی داره جاهایی که لغزنده باشه که بچسبه به اون. این پشه است. این یک پشه است. هنوز ما فقط اشاره کردیم به چند موردش، نه؟ چند مورد کوچیک از این یک پشه است. میلیاردها از اینا روی زمینه. اینو با این نظم و خلقت کی وجود آورد؟ این یک نشانه است. این یک نشانه است. این کی وجود آورد؟ این یک دستگاه. اصلا خود به خود اگر انسان بتونه، هرگز نمیتونه انسان مثلا اینو خلق بکنه. انسان نمیتونه هرگز مثل اینو خلق بکنه. خودش هم که وجود نیاورده. خودش هم که خالق خودش نیست. این یک نمونهش. مگسش مثل این. بقیه حشرات مثل اینا. هرچی بیایم این طرف‌تر فاینما تولوا فثم وجه الله.
هر طرفی که روح بکنه انسان رو بکنه قدرت عظمت الله تعالی رو میبینه. در وجود خودمون وقتی که نگاه میکنیم، وجود ما انسان ها الان آنچه که در علم پزشکی مطرح میشه و میخواد انسان میره وقتی که بررسی میکنه، انسان وقتی که میره به نظر من بعضی وقتا تعبیری برای دوستان استفاده میکنم، میگم اگر عزیزانی که در علوم پزشکی و حتی علوم مهندسی، در علوم فیزیک، در علوم شیمی، کیمیا به تعبیر دیگه‌اش، در آنچه که به بیولوژی معروفه و زیست شناسی تعبیر میکنن، در چه زیست جانوری چه زیست گیاهی، کسانی که در زندگی حیوانات و گیاهان دارن تحقیق میکنن، اینها اگر واقعا انسان به دنبال حقیقت باشه، این یک دانشگاه توحیده. اینجا یک مدرسه است برای شناخت الله تعالی. علم، معجزه قرآن کریم چیه؟ معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریمه. قرآن کریم مبناش بر علمه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ اگر در قرآن اختلافات، اگر از جانب غیر الله تعالی بود، اختلافات زیادی درش می بود. سنوریهم که من اشاره کردم، الله تعالی فرمود من آیات و نشانه های خودم رو به زودی برای اونها نشون میدم، گویی که الان در عصر و زمانه ما بیشتر تبلور پیدا میکنه. الله تعالی از آینده صحبت کرد. ما الان عظمت مثال به بشر بیشتر میفهمیم تا 100 سال پیش. دقیقاً. ما وقتی که در آیات قرآن کریم میایم و بررسی میکنیم و میبینیم جزء آن چیزی که در کائنات هست ما رو باید به الله تعالی برسونه. در آیه 190 سوره مبارکه آل عمران، این آیه وقتی که نازل شد، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شبانه روز نشانه هایی است برای کسانی که صاحب لبن، مغز دارن، تفکر و تعقل دارن، فکر میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از شب تا صبح که این آیه نازل شد در نماز تکرار میکرد و اشک میریخت. چرا؟ این برای ما یک جای سواله، نه؟ یه آیه است در آسمان و زمین، در آفرینش آسمان ها و زمین و در پیدایش شب و روز نشانه هایی است برای اهل خرد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ایستاده، دراز کشیده و نشسته الله متعال یاد میکنن و فکر میکنن در آفرینش آسمان و زمین و میگن ربنا سبحانك ما خلقت هذا بهتان سبحانك ما خلقت هذا باطلا. اینها رو تو هرگز باطل نیافرید. اگر انسان بلند شه، اینا رو نمیشه داخل محیط بسته خونه و شلوغی ها و سر صدای اطراف و درس و مشق و کار و این چیزها فرصت رو از ما گرفته برای تفکر به این چیزها. انسان لازم بعضی وقتا خلوت کنیم، با خودمون بشینیم، همین پنجره خونمون رو باز کنیم، اگر پشتش درختی هست، گلی هست، اگر نیست بریم بیرون یک قدمی بزنیم، بریم در کنار چند تا درخت، چند تا گل، چند تا بوته گیاه، بریم در جاهایی که طبیعت بازتر هست، در جنگلی، در کوهی، بریم یک گوشه‌ای بشینیم، بریم یک نگاه بندازیم، یه برگ برداریم نگاه کنیم بهش. این طراحی که روی این برگ شده، این نقش و نگاری که روی این برگ است، یک برگ دیگر رو بردارین بذارین کنارش، اون با این فرق میکنه. یکی دیگر رو بذارین کنار این، اون با این دوتا باز فرق میکنه. تمام اینها با هم فرق دارن. همه برگ درختان، تمام ذره ذره یک درخت، یک گیاه، حیوانات مثل خودش. این شکل‌های خط‌های روی بدن حیوانات هیچ کدوم مثل هم نیست. پلنگ‌ها، یوز پلنگ‌ها هیچ کدوم مثل هم نیست. هر کدوم خاص خودشه. فقط همون گونه که اثر انگشت ما هیچ کدوم مثل هم نیست. همون گونه که شکل مردمه که چشم ما هیچ کدوم مثل هم نیست. هر کسی یک هویت خاص خودش رو داره. همه چیز یک نمونه است در دنیا که خود این دلالت بر توحید میکنه. همه چیز یک نمونه است. حتی بلورهای برفی که از آسمان میفته، شکلش رو وقتی نگاه میکنیم از نزدیک میبینیم شکل‌های زیبایی داره. این بلور برف با اون بلور برف فرق میکنه، شکلش یکی نیستن. هر کدوم یکی هستن، فقط یکی مثل خودش نداره. در آفرینش آسمان ها و زمین وقتی که انسان نگاه میکنه، نگاه میندازیم به خورشیدی که هر روز داره میاد، از این طرف داره میره، هیچ بهش نگاه نمیکنیم. خورشید زمین رو الان خیلی ساده شده برای ما در اینترنت اگر بخوایم نگاه بکنیم از طریق گوگل ارت، نقشه هایی که برای ما هست،
در اون سرزمینی که هستیم همینجوری بیایم بالا بیایم بالا بیایم بالا، بریم بالاتر بریم بالاتر. وقتی که میریم از شهرمون میریم بیرون، از کشورمون میریم بیرون، از کره زمین میریم بیرون، از بعد منظومه شمسی میریم بیرون، از کهکشان راه شیری میریم بیرون. اینا هستن، اینا واقعیت‌های موجود دور برم است. ما اگر یک نگاه بندازیم زمین چقدر بزرگه، خیلی بزرگه. زمین ما نسبت به ما خیلی بزرگه. این زمین در برابر خورشید یک ذره حساب نمیشه. خورشید 1,300,000 برابر زمینه. 1,300,000 برابر، یعنی 1,300,000 تا زمین داخل خورشید جا میشه. فاصله ما تا خورشید 156 میلیون کیلومتره. الان این خورشید با این عظمت و این مسافت 156 میلیون کیلومتری رو، همه این مسافت و اون خورشید در یک ستاره‌ای که در صورت فلکی عقرب بهش میگن قلب العقرب، همین رو داخل اون جا میشه. باز یک کمی بیایم بیرون از زمین، یک کمی بیایم فکر کنیم که ما فقط خودمون نیستیم، این خونه ما، دور بر ما، مشکلات ما، درس زندگی ما نیست. این بیرون. ما اگه میخوایم الله تعالی رو بشناسیم نمیتونیم در این 4 دیواری دور بر خودمون فقط بشناسیم. درسته شاید خودمون جسماً اینجا هستیم، اما ذهنمون رو ببریم بیرون، پرواز کنیم، بریم بیرون، بریم از زاویه‌ای به زمین نگاه کنیم که فرشته‌ها دارن نگاه میکنن، حداقلش مثلا از کره زمین بریم بیرون، بریم بیرون از این قیرقار و دنگا و جنگا و دعواها و درگیری‌های کره زمین. بریم بیرون، ماهو میبینیم، این طرف‌تر مریخ رو میبینیم. روی مریخ چه خبره؟ اون طرف‌تر ما پلوتون داریم، زهره داریم، اورانوس داریم، مشتری داریم، یک غولی چندین برابر زمین. میریم خود خورشید داریم 156 میلیون. همین خورشید اگه ما دربارش تفکر بکنیم، بشینیم یه روزی فکر بکنیم، همین 156 میلیون کیلومتر هم فاصله داره، 1300 برابر 1,300,000 برابر زمین هم هست. به این گندگی، با این عظمت، هر روز داره حرارت میده، هر روز داره نور میده به ما. از کجا میاره اینا؟ چه نیروی اینو نگه داشته؟ خودش. این ماه ما رو کی بالای سر ما نگه داشته؟ خودش. این زمین ما که الان کره ما کروی هستیم دیگه، به شکل کره هستیم، وقتی میریم پایینش رو نگاه میکنیم، الان تو کره نیم کره جنوبی ما در واقع باید کلا همه پایین باشه و یکی یکی بیفتن برن پایین دیگه. یعنی وقتی که کره هستن اونا پایین زندگی میکنن، باید لنگاشون بالا باشه، کلهشون پایین باشه. اما چرا این نیروی جاذبه چرا نمیگذره؟ این نیرو از کجا اومد اصلا؟ از کجا خلق شد؟ یک مقداری در آفرینش آسمان و زمین وقتی ما تفکر بکنیم، هر جزش من میگم وقتی اگه بخوایم ما صحبت بکنیم یکی دوتا نیست. و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. هیچ پرنده‌ای در آسمان نیست و هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست مگر امت‌هایی مثل شما. وقتی دنیای مورچه ها رو آدم نگاه میکنه، وقتی که دنیای زنبورها رو نگاه میکنه، وقتی که دنیای حشرات رو نگاه میکنه، اینها موجودن، اینا هستن، روح دارن، اینا خودشون به وجود نیومدن. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا اینا همینجوری از هیچی به وجود اومدن؟ ام هم الخالقون. قرآن این ندای قرآنه. قرآن میخواد عقل به حرکت بندازه، میخواد ایمان یک ایمان حقیقی باشه. ایمان به وجود الله متعال با تفکر در مخلوقات الله متعال حاصل میشه. جز اینا رو ما باید تفکر بکنیم، باید بشینیم تفکر بکنیم. و والله اگر ما بیایم روز به روز بیایم یک کتاب برداریم ببینم درباره آفرینش، مثلا عجایبی که در دنیای مورچه ها هست، زنبورها هست، درخت ها هست، گل ها هست. یک درخت خرما مثلا یک نمونهش، درخت سیبش یک دنیای دیگه است، این بوتهاش یک دنیای دیگه است. درباره ستارگان، فلا اقسم بمواقع النجوم، الله تعالی میفرماید قسم به جایگاه ستارگان، و انه لقسم لو تعلمون عظیم. اگر شما میفهمیدید که قسم به جایگاه ستارگان یعنی چی، خیلی این قسم عظیمه. بیایم بیرون از کره زمین، ببینیم جبرائیل علیه السلام وقتی میره به عرش چی میبینه سر راهش. از زمین بیایم بیرون، بریم بالا، بریم بالاتر، گم میشیم. کهکشان راه شیری 100,000 سال نوری از این طرف تا اون طرف، میلیون ها ستاره مثل زمین دارد. ما اصلا کجاییم؟ این عالم اختیارش دست کیه؟ تقی به تقی خورده به وجود اومده؟ ام خلقوا من غیر شیء
ام هم الخالقون. آیا وجود از عدم چطور ممکنه یک چیزی که هست از هیچی به وجود اومده باشه؟ یک مسئله عقلی است. یکی از اسبابی و دلایل، یکی از وسایلی که ما رو به شناخت الله متعال میرسونه عقله. ما در آیات قرآن کریم چقدر به عقل، افلا تدبرون، افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یذکرون، افلا تذکرون، همه اینها دعوت به تفکر، دعوت به فکر کردن. ما باید بشینیم فکر بکنیم تا ما با تمام وجود الله متعال قدرتش احساس بکنیم. باید ببینیم در ذره ذره عالم، باید الله تعالی رو ببینیم. من در تعجبم و در حیرتم از دانشجویی که میره مثلا درباره فیزیک درس میخونه که آقا عناصر ماده چند تا بودن، اتم چی هست و الکترون چی هست و نوترون چی هست و پروتون چی هست و این ماده با اون ماده چطور واکنش شیمیایی انجام میده، و بعد خالق اینها رو نمیبینه. از حرکت الکترون دور هسته اتم صحبت میکنه، اما اون کسی که این نیرو رو به وجود آورده نمیبینه اون رو. یک جایی با یک دانشمند هسته‌ای در یک نمایشگاهی درباره اعجاز علمی قرآن کریم صحبت میکردیم، نشسته بود و یکی از کسانی بود که برها در نیروهای اتمی به اصطلاح دیگه در نیروگاه‌های اتمی مشغول فعالیت بود و یک آیاتی رو، حالا من شاید فرصت نشه در برنامه بعدی، اگه فرصت شد بیشتر صحبت میکنیم دربارش، صحبتی برام داشت. ازش پرسیدم شما رشته شما با کار شما نمیخوره، بی‌طرف شما یک فیزیکدان هسته‌ای هستی و نه ظاهر شما از دید مردم عادی و نه تخصص شما نمیخوره به این که شما بیای قرآن تدریس کنی به مردم. خیلی اینجوری فکر میکنن که قرآن مال ملا هست، داخل مدرسه و مسجد هست و فیزیک و شیمی به والله کل علوم عالم تفسیر یک آیه قرآن بیشتر نیست. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. کل علوم عالم شرح این آیه بیشتر نیست. کل علومی که امروز ما به امور علوم روز میاریم، یا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم یا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ایشون گفت که منی که به اوج این علم دیگه، ما به اصطلاح کسانی که در این درجه میرسن رسیدیم، وقتی میام قرآن نگاه میکنم اشاره داره به نشانه هایی که جز این که زانو بزنم در برابر این کتاب بگم این کتاب از پیش کسی از نیرویی هست که اون خودش همینا رو به وجود آورده، نمیتونم چیز دیگه بگم. امکان نداره 1400 سال پیش کسی اصلا روی زمین 100 سال پیش همچین چیزهایی رو بلد بوده باشه، اما این کتاب 1400 سال پیش صحبت کرده از نشانه های وجود الله متعال. هر چقدر ما در این باب صحبت بکنیم درباره تفکر، من اول به خودم میگم و خواهش من از همه عزیزانی که صحبت ما رو میشنون اینه که بیایم یک کمی تفکر کنیم، بیایم بشینیم. عجیبه که در این آیه که الان ذکر کردیم در 190 سوره آل عمران که تفکر به الله تعالی دعوت به تفکر در آسمان و زمین کرد، شبیه این رو با تفسیر بیشتر در آیه 164 سوره بقره داریم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، که مفصل نمیتونیم شرحش بدیم ان شاء الله در برنامه بعدی. بعدش چی میگه در آیه بعدی؟ در آیه 165 و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. کسایی که ایمان آوردن الله رو بیشتر از هر کسی دیگری دوست دارن، بیشترین محبتشون به الله تعالی است. این محبت رو کجا ذکر میکنه؟ بعد از اون آیات. تفکر، بعد از اون آیات. تفکر در خلقت الله متعال، در مخلوقات الله متعال که واقعا چقدر شگفتی است، چقدر عظمته، چقدر قدرته. این همه برگ در آسمان و زمین، این همه درخت در آسمان. این فقط همین مثلا درخت‌ها رو نگاه میکنه. من و شما اگر بگم یک درختچه از همین درختچه پلاستیکی که ما اینجا گذاشتیم، همینا رو یک کسی بخواد درست بکنه، خب الان من باید طراحی بکنم که این شاخه کجا باشه، چطور بره، این گل چطور باشه، رنگ این گل تا کجا چطور باشه. میخواد طراحی، میخواد یا نمیخواد؟ الله متعال این همه داره طراحی میکنه، این همه نقاشی کرده عالم رو، زمین و آسمان رو. هر سنگش رو نگاه میکنیم یک عظمته، هر برگش رو نگاه میکنیم یک دنیایی است، هر موجودش یک دنیاست. اینها رو تفکر در خلقت آسمان و زمین و در وجود خود ما انسان ها یکی از اسبابی است که ما رو به ایمان به الله تعالی، به حقیقت ایمان و رابطه به الله تعالی، به حب الله تعالی و احساس وجود الله تعالی نزدیک من قلبي الحيران ناديت
وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني